آقا خواهش میکنم آیت الکرسی رو با دقت بخونید. آیت الکرسی باید 10 تا پیش هیچ سرکتاب بازخونی شما اجازه ندارید به، تا زمانی که چهار قول در اختیارتون هست، تا زمانی که آیت الکرسی در اختیارتون هست. آقا خواهش میکنم آیت الکرسی رو با دقت بخونید. آیت الکرسی باید 10 تا توقفگاه داشته باشه تو خوندن. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. طب إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. تمام. حالا کسی لا اکراه فی الدین بعدش بخونه دوباره اثرات این قبلی خنثی میکنه. خواصی که به آیت الکرسی گفته میشه بدون لا اکراه هست. آیات الکرسی نمیگیم، این آیه و این تا آخر آیه رو تا وحدت میدونیم، یعنی یک آیه هست نه 3 تا آیه. در بطلان سحر آیت الکرسی اعجاز میکنه به شرطی که 10 تا موقف براش در نظر بگیرید. این توقف ها هست که اثرات حرز آیت الکرسی رو زیاد میکنه.